یادمه هنوز مدرسه رو شروع نکرده بودم. تو اتاقم جلوی آینه می نشستم و برای خودم اخبار می گفتم. سالها بلند بلند برای آدما کتاب می خوندم. البته آدمایی که هیچ وقت وجود نداشتن. یا به دانش آموزای خیالیم درس می دادم. ولی هیچ وقت دلم نمی خواست کسی صدامو بشنوه. انگار یه چیزی توی خودم بود که فقط برای خودم بود. تا اون روز، یعنی سال اول راهنمایی، باید کنفرانس می دادم. با ترس و لرز رفتم جلوی کلاس. وایسادم و شروع کردم به حرف زدن. وقتی تموم شد، معلمم خانم صالحی گفت این آب نداره وگرنه شناگر ماهریه. و من از اون موقع همیشه یه چیزی رو میخوندم، مینوشتم، تمرین میکردم. ولی در واقع با درونم میجنگیدم. خیلی طول کشید تا امروز که بخوام دکمه ضبط رو بزنم و این اپیزود رو شروع کنم. سلام، من آریانام و اینجا روزن است. جایی برای فکر کردن، شنیدن و دیدن دوباره. ما اینجا از همه چیز حرف میزنیم. از کتاب‌ها، از تاریخ، از آدم‌ها، از دردها و معناها. حرفایی که شاید ساده باشن، اما میتونن جرقه‌ای باشن برای آگاهی، برای رشد، برای اینکه بتونیم پنجره‌ای باز کنیم رو به خودمون و رو به جهان. اولین کتابی که به سراغش رفتم، کتابی که قراره چند اپیزود همراه ما باشه، تکه هایی از یک کل منسجم با قلم بی‌نظیر پونه مقیمی عزیز از انتشارات بینش نو هستش. کلاً موضوع کتاب حول محور خودشناسی هستش و این اپیزودم فقط فصل اول کتاب رو در بر میگیره که فصل اول کتاب اومده نگاهی انداخته به مفهوم زندگی و واقعیت‌هاش. زندگی همونطور که هست، با ما شوخی هم نداره، با دردهاش، با تنهاییاش، با نداشتهاش، با از دست دادناش. هر روز به یه شکل تازه ما رو به خودمون برمیگردونه. یه وقتایی خیلی آروم مثل یه دوست خوب، اما یه وقتایی هم با یه شوک و تلنگر ناگهانی. ما آدما همیشه یه چیزی برای فرار داریم، از درد، از رنج، از سکوت، از تنهایی، از واقعیت. اما فرار همیشه ما رو دورتر میکنه از خودمون، از دیگران و دور از اون چیزی که واقعا باید ببینیم. کتاب یه عنوان خیلی قشنگی داره که میگه دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. ببینید تو دنیای یک کودک همیشه همه چیز شبیه یک آرزوه. هر چیزی که آرزو میکنه باید سریع برآورده بشه و همیشه منتظر یکی هست که اون آرزوش رو برآورده کنه و اگر همون آرزو برآورده نشه، با گریه، با داد و بیداد میخواد که همه رو با خودش همراه کنه. کتاب میگه کودک مینوازد و دنیا باید برقصد. اما دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که یک کودک داره نیست. دنیای واقعی نمیرقصه به ساز ما. دنیای واقعی با ساز خودش میرقصه. ما باید باهاش همراه بشیم. دنیا میگذره، هر لحظه، هر ثانیه
هر دقیقه دنیا برای یک لحظه هم برای ما توقف نمی‌کنه. پس کتاب تاکید داره که بهتره اگه سن ما بیشتر از 20 ساله سریعتر بزرگسالیمون رو ببینیم، وارد دنیای واقعی بشیم. خیلی خوبه که زودتر بتونیم از نقش کودک بودن و انتظارات کودکانه بیرون بیایم، چون این نقش مدت هاست ما رو زخمی کرده و ما حواسمون نیست. کودک بودن زمانی که ما یک کودکیم شبیه یک زره محافظ عمل میکنه. این زره آروم آروم میاد و ما رو با دنیای واقعی آشنا میکنه. اما اگه ما بخوایم تو این نقش کودک بمونیم و با این کودک ادامه بدیم، در نهایت ما هستیم که ناامید میشیم. موندن تو نقش یک کودک همیشه ما رو ناامید میکنه، چون ما انتظار داریم از بقیه، توقع داریم از بقیه، از دنیا، از زندگی، از خانواده، از روابطی که با دیگران داریم. اما وقتی اون توقع برآورده نشه ما رو ناامید میکنه. به قول کتاب برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. اما رنج همزاد زندگی ما هستش. در واقع درد رو ما تجربه میکنیم، اما اغلب اون رو به رنجی بیپایان تبدیل میکنیم. چرا؟ چون نمیخوایم باهاش روبرو بشیم. دوست نداریم با میل هایی که بی‌پاسخ مونده مواجه بشیم. ما میخوایم همه ما رو دوست داشته باشن، همیشه جوون بمونیم، تنها نباشیم، نادیده گرفته نشیم و دنیا طبق خواسته های ما پیش بره. اما زندگی همیشه راه خودش رو میره، چون رنج زاده فرار از درده. ما آدم هایی هستیم که با پنهون کردن درد اون رو به زخمی مزمن تبدیل میکنیم. زخمی که گاهی سالها در ما زندگی میکنه بی اون که بخوایم واقعا نگاهش کنیم. الان دقیقا یاد جمله معروف دکتر فرانکل میافتم، روانپزشکی که تو اردوگاه‌های مرگ نازی زنده موند و بعدها هم کتابی نوشت با عنوان انسان در جستجوی معنا. کسی که چرایی زندگی رو یافته با هر چگونگی میسازه. همین چرایی هست که رنج رو قابل تحمل میکنه، چیزی که از دل تاریکی معنایی بیرون میکشه و به زندگی ادامه میده، حتی وقتی همه چیز در واقع و در ظاهر تموم شده. اینکه واقعیت رو همونطور که هست با درد و رنجش بپذیریم، نه با بی تفاوتی، با شونه هایی که خم شدن اما نشکستن بپذیریم. ما معمولا فکر میکنیم رنج یک اشتباه است، اما روانشناسی امروز یه چیز دیگه میگه رنج بخشی از سیستم رشد انسانه. مطالعات بلند مدت تو حوزه‌های روانشناسی مثبت نگر و روان درمانی وجودی نشون داده که افرادی که بتونن رنج رو معنا کنن نه تنها کمتر دچار اختلالات روانی میشن، بلکه از توانایی بالاتری در تطبیق با شرایط پیچیده برخوردارن. یعنی اگه بدونیم برای چی داریم ادامه میدیم، شکل سختی ها دیگه اونقدر مهم نیست. چیزی که اهمیت داره اتصال ما به معناست، به معنای رنج، به معنای زندگی. درد اگه دیده نشه به رنج مزمن تبدیل میشه و رنج مزمن خودش رو در شکل‌های مختلفی نشون میده: اضطراب، افسردگی، احساس پوچی، فرسودگی روانی و حتی دردهای جسمی بی علت. پس اولین قدم دیدن رنج بدون اغراق، بدون انکار. اما تنهایی بخشی از ماست. تنهایی سایه همیشگی ماست در واقع. نه به عنوان یک نقضا، بلکه به عنوان واقعیت انسانی.
اگه باهاش مواجه نشیم، به جای اینکه با خودمون دوست بشیم، مدام تو رابطه ها گم میشیم. رابطه هایی که قرار نیست ما رو از تنهایی نجات بدن. یه جمله از یونگ براتون میخونم که میگه تا زمانی که ناخودآگاه را آگاه نکنی، زندگیت را هدایت میکند و تو آن را سرنوشت مینامی. تنهایی بخشی از ناخودآگاه ماست. وقتی ازش فرار کنیم، از یک جای دیگه بیرون میاد. در رنج، در خشم، در نارضایتی ما بعداً میبینیمش. تنهایی یکی از 4 ستون تجربه انسانی محسوب میشه. در کنار مرگ، آزادی و بی‌معنایی. یعنی تنهایی جزو بخش‌های اجتناب ناپذیر زندگی ما هستش. ما میتونیم یاد بگیریم که در حضور دیگران تنها نباشیم، اما تنهایی به طور کامل از بین نمیره و اتفاقا کسی که بتونه با تنهایی خودش مواجه بشه، معمولا کیفیت رابطش با دیگران هم بهتر میشه. به قول عباس کیارستمی بزرگ که میگه همونطور که درخت در تنهایی درخت تره، آدم در تنهایی آدم تره. حتی قبلترش هم میگه که تنهایی به تو امکان حضور در همه جا رو میده و چقدر درسته به نظر من. کتاب معتقد بدن ما برای همین زندگی طراحی شده. ما خیال میکنیم آرزوها و هیجانها بالهایی هستن برای پرواز، برای رد شدن از دردها، برای رسیدن به چیزهایی که فکر میکنیم نجاتمون میدن. اما قصه پرواز قصه پرنده هاست، نه ما آدم هایی هستیم که با پاهامون راه میریم، با دستهامون لمس میکنیم، با چشمامون میبینیم. ما برای همین زندگی واقعا طراحی شدیم. زندگی که درد داره، ناپایداری داره. کتاب یک جمله بی‌نظیر داره، میخونم براتون. حقیقت این است که هیچ پروازی به ما کمک نخواهد کرد که دردهایمان کمتر شود. و چقدر این جمله درسته. ما همه چیز رو در واقع سریع میخوایم. دوست داریم سریع به همه چی برسیم. سریع ترین هواپیما، سریع ترین راه بهبود، سریع ترین روش رهایی از درد. اما حقیقت اینه هیچ پروازی به ما کمک نمیکنه. همونطوری که کتاب گفت و من الان براتون خوندم. ما باید از دل دردها رد بشیم، هرچند اگر پاهامون بلرزه و راه رفتن برامون سخت باشه. ما بارها فکر میکنیم که باید آدم دیگه‌ای باشیم، باید قوی تر باشیم، موفق تر، کم دردتر. اما حقیقت اینه که بدن ما، روان ما و سیستم زیستی ما برای همین زندگیه. نه یه زندگی بدون چالش، بلکه یه زندگی پر از تغییر و ناپایداری. برای گذر از هر شرایطی، لمس اون شرایط اولین قدمه. از دست دادن جزئی از جریان زندگیه و من درک میکنم چقدر یک سری از دست دادن ها میتونه سخت باشه، چون ما همیشه چیزی رو از دست میدیم، فرصت ها رو، آدم ها رو، بخشایی از خودمون رو حتی، و این دردناک ترینشه. اما گاهی وقتا تنها راه رهاییه. چیزی رو که دیگه نیست باید رها کرد و این رها کردن فقط زمانی ممکنه که سوگواری کنی. بعضی وقتا باید اجازه بدیم یه چیزی تموم بشه بدون اینکه بخوایم واقعا نگهش داریم. بازم تکرار میکنم، از دست دادن بخشی از زندگی ماست و روانشناسی سوگ میگه که برای رهایی باید به درد اجازه عبور بدیم. سوگواری یک واکنش سالم به از دست دادنه، نه فقط برای مرگ عزیزانمون،
بلکه برای از دست دادن فرصت‌ها، آرزوها، رابطه‌ها، حتی نسخه‌ای از خودمون که دیگه وجود نداره. وقتی جلوی سوگواری رو میگیریم داریم روند ترمیم رو در واقع متوقف میکنیم. در درمان‌های مبتنی بر پذیرش از مفهومی به نام رهاسازی ذهنی استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی بذاریم افکار و احساسات بیان و برن بدون اینکه ما بخوایم باهاشون درگیر بشیم. البته ناخودآگاه ما با اینها درگیر میشیم، اما اینکه چجوری باهاشون تو اون موقعیت برخورد کنیم اون برمیگرده به شناختی که از خودمون داریم. و اما ناکامی اضطراب آوره، میدونم، اما وقتی واکنش ما به ناکامی افراطی باشه تبدیل میشه به واکنش های کودکانه. با زندگی قهر میکنیم، یه ناامیدی مزمن سراغ ما میاد، یه سری رفتارهای ناسالم از ما سر میزنه. در روان درمانی شناختی رفتاری ناکامی به عنوان یکی از محرک‌های اصلی افکار غیر منطقی بررسی میشه. مثلا این فکر که اگه به هدفم نرسم یعنی من آدم بی‌ارزشیم کاملا مخربه. واقعیت اینه که من بارها به خودم این موضوع رو یادآوری میکنم که یک سری از اهداف ما حالا به هر دلایل بیرونی یا درونی ممکنه محقق نشن، اما ناکامی پایان ما نیست، بلکه فقط یک توقفه. هیچ کس به همه چیز نمیرسه و همونطوری که گفتم این ناکامی ها هرچند که اضطرابزا هستن پایان دنیا نیستند. یه دعوتن برای برگشتن به مسیر، برای تعریف دوباره آرزوهامون، تعریف دوباره اهدافمون و اون چه که میخوایم. ناکامی ما رو وادار میکنه که خداحافظی کنیم با آرزوهایی که شاید تاریخ انقضاشون گذشته و هر خداحافظی راه رو برای سلامی دوباره باز میکنه. کتاب یک متنی داره که بی نهایت قشنگه و من براتون میخونمش. زندگی پر از ناکامی هایی است که موقت هستند و در مقابل همین زندگی پر از فرصت هایی است که هدف های دیگری را سر راه ما قرار میدهد که آنها هم موقت هستند. بهتر است زمان زیادی را با سوگواری برای ناکامی هایمان هدر ندهیم، چون ناکامی به اندازه کافی ما را مضطرب می کند. اما سالها تلاش برای فرار از احساس دردناک ناکامی هایمان ما را بیشتر و بیشتر مضطرب و خسته خواهد کرد. همه ما نداشته هایی داریم که مثل یک خلأ درون ما هستن و پر هم نمیشن. بعضی از این نداشته ها رو فقط باید پذیرفت، نباید باهاشون جنگید. باید اجازه بدیم بخشی از ما بشن بدون اینکه زندگی ما رو از کار بندازن، ما رو از مسیر زندگی جدا کنند. تو روانشناسی ترمیمی سوگواری سالم یعنی اجازه دادن به درد برای عبور، یعنی اینکه نداشتن رو به رنج همیشگی تبدیل نکنیم. همه ما تو زندگی نداشته هایی داریم که واقعا نمیتونیم براشون کاری کنیم. یکی محبت پدر نداشته، محبت مادر نداشته، یکی امنیت مالی نداشته، یکی سلامت جسمی نداشته. اولین قدم برای کنار اومدن با نداشته اینه که بپذیریم دوستان، بپذیریم درد واقعی وجود داره. دومین قدم متوقف کردن قضاوت‌های خودمونه. نداشته ها تا وقتی پنهون نگه داشته بشن در ناخودآگاه ما تأثیر عمیق‌تری دارن، اما وقتی دیده بشن کم کم در جریان زندگی در واقع حل میشن. کتاب میگه برای بعضی از نداشته ها نباید تلاش کرد، باید فقط کنار آمد،
فقط کنار آمد و اجازه داد جریان زندگی کارش را انجام بدهد و جلو برود. اما یه چیز خوبی که وجود داره اینه که زندگی خیلی انعطاف پذیره. ما یاد میگیریم با شرایط خودمون رو وقف بدیم. گاهی وقتا این زخم‌ها در ما میمونن، ما حرکت میکنیم. گاهی وقتا هنوز آدم‌ها رو دوست داریم اما میریم و این شکلی از رشده. انطباق یعنی واقعیت رو بپذیریم دیگه، واقعیت رو بپذیریم بدون فرار و این یعنی بلوغ. چقدر گاهی از دست دادنها را لازم داریم، درست و به موقع می آیند و در گوشمان زمزمه می کنند دل کندن را تمرین کن. این یه جمله از کتاب بود که واقعا قشنگ بود. و اما کتاب تاکید داره که در برابر حقایق زندگی تسلیم باید بود، اما بی تفاوت نه. زندگی ناپایی داره، همه چیز در کنترل ما نیست و این یه حقیقتیه که باید بپذیریمش و اگه این رو بپذیریم خیلی آروم میشیم و خیلی خوبه که این رو بدونیم. در بحران‌ها تنها نمونیم، با کسایی که دوستشون داریم حرف بزنیم. گاهی وقتا حرف زدن یک تاثیر عمیق و یک آرامش درونی برای ما به وجود میاره که شاید فرار کردن از اون درد، از اون رنج برای ما مخرب تر باشه. بیاین به بدنمون اعتماد کنیم، بدنی که در تمام مسیر زندگی همراه ماست، حتی در سکوت. زندگی همیشه پر از اتفاقای پیش بینی نشده است، همونطوری که من در ابتدا بهتون گفتم. ما خیلی کنترل محدودی روش داریم، اما قدرت سازگاری، توانایی ترمیم و ظرفیت معنا دادن چیزهایی هستن که همیشه با من. رنج، تنهایی، از دست دادن، نداشته ها و ناکامی ها نباید ما رو متوقف کنند. ما باید به اینها اجازه بدیم ما رو به سمت یک زندگی واقعی تر هدایت کنند.